رومین هستم. نمی کارچیونی میکنم، نمی کوچی پاسپورت. 5 سال شده که کار میکنم در کراچی و اقتصاد خانم خراب بود که بخاطر از نتونستم درسم پی ادامه بدم. در مکتب سم 6 بودم که بعد مواد اقتصادی خراب بود، اقتصاد ما خراب شد، دیگه مجبور شدم مکتب اعلا کنم و در کراچی کار کنم. خودم خانه‌نوار خانه هستم که الان خودم هستم، باز بعضی یک بدرک دیگه از پشت من و نام روماله. دیگه 2 نفر در بسته خانه کار میکنه. صبح کی 8 بجه میایم تا 8 بجه شب یا 9 بجه شب ما هستم. خب من اونجا سودا میگیرن از ترکاری فروشا، من میبرم خانهشون و ببینم بعضی یگان توش میگه در خانه کار است، کار کو با که مثلا قالینشویی است، جورو کردن خانهش است و ریالیش است، دیگه است پاک میکنم برشان. با خدا اول شکر میکشم که در هر حالتش خواست برابری گاهی زیاد، گاهی 200 میشه، گاهی 1.5 میشه، گاهی 100 روپیه میشه که کسی که تلاش کنه میرسه و کسی نکنه نمیرسه. چون که تلاش کنی خودت یک جای خوب میرسی که از کراچی و از این چیزا میبری، پاک میباشی، منظم میشینی سر چوکی یک چیزی دفتره که بتونی یک زندگی تا خوب خودت جور کنی. زیاد آرزوشم دارم که یک جای درس خود خلاص کنم، بخیر پنتون خود یک جای خوب باشم بشینم. من مادرم همیشه قسم میکردم، خب میگم که مادر ما آینده میخوایم دکتر شم که بتونم که در وطن خود خدمت کنم برای کسایی که مریض میباشه، که بتونم یک در افغانستان در سرزمین خودم بتونم یک دکتر یک چیز خوب بشم که کلی دوستم داشته باشه از کراچی و چی برای بزرگترین آرزویم که از فامیلم که است که بتونم یک جای خوب برسم و همیشه فامیل خودم خوش بسازم و بتونم دست یکی دیگر پلوی خود بگیرم که از این حالت و بیچاره مسکینی برای یکی کس احترام است، یکی از صداقت. 2 چیز بوده زندگی آدم مهمترین است. خب یک زمینی خوب برای ما جور شوه، میخوایم که برم مکتب پس شروع کنم و زندگیم خوب شوه. از این خانه و پاکی و از کراچیونی میخوایم برایم که پای خود سوچم که همیشه که بتونم یک جای خوب برسم، یک زندگی خوب آغاز کنم. دست خواندن کس بیش بکل خوبتر است، چون که آینده یکی از حالت خراب میکشه، یک آینده خوب برش می داشته باشه و کسی مکتب گرزی هم میکنه کار خوب نمیکنه چون که آینده خود خراب میسازه.